محدثه شجاعی هستم. 20 سالمه. از تهران بر اثر بازی بسکتبال دچار دیسک کمر شد. چند وقت خانم شدی؟ الان حدود 6 ماهی میشه از مهر. به کدوم پاتون میزنه؟ پای راستم. بی‌حس هم میشه؟ بله. درد چی؟ دردم خیلی شدیده. موقع راه رفتن کلا باید تمام وزنم رو پای چپم بندازم. یعنی دچار لنگیدنش میشه؟ بله. من قبل از عمل نمیتونستم رو پای راستم راه برم. همش کل وزنم رو پای چپم مینداختم. از دکتر خیلی تشکر میکنم. کلا سمت راستم سر بود ولی الان خیلی قشنگ میتونم راه برم. خانم شجاعی 20 ساله که حدود 3 هفته قبل با تشخیص پارگی دیسک کمر تحت جراحی میکروسکوپی قرار گرفتم. الان بعد از 3 هفته تشریف آوردم. حالا می‌خوایم شرایط قبل و بعد از جراحیشون ازشون بپرسیم. خانم شجاعی بفرمایید شرایط علائم قبل از عملتون چیا بوده؟ من قبل از عمل کلا پای راستم سر بودش. بعد اصلا تمام وزنم باید رو پای چپم مینداختم تا راه برم. بعد بیشتر از 10 دقیقه هم نمیتونستم راه برم. بعد به لطف آقای دکتر بعد از عمل الان کاملا اوکی مشکلی نداری؟ توی معاینه کردن قدرت پاتون کم شد. الان چطور؟ نه الان کاملا نرمال شد. اون شدت دردتون چقدر بود قبل از جراحی؟ خیلی زیاد بود. اصلا میگم سر بود بعد اذیت میشدم. یعنی هر 10 دقیقه باید میشستم بعد ادامه راه میرفتم. چون معاینه‌شون مشکل داشت، یعنی قدرت پا کم شده بود. ما به صورت ما دیگه مستقیم رفتیم سمت جراحی. الان بفرمایید جواب بدید خانم شجاعی. قشنگ خیلی سریع، هیچ مشکلی نداره. خب بسیار بفرمایید. بعد انشاءالله انتظار داریم که بهداشت ستون فقرات حتما رعایت کنن که یه وقتی دیسکای سالمشون خراب نشه. امیدواریم که همیشه با رعایت بهداشت ستون فقرات و تقویت عضلات فیله کمر یه ستون فقرات داشته باشه. سلام.